بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. موضوع ارائه ما در مورد یک روش مقیاس پذیر از الگوریتم لوین هست. منبع اصلی ارائهمون مقاله‌ای که مشاهده می‌کنید مقاله IEEE مربوط به سال 2015. در این ارائه بخش‌های زیر رو خواهیم داشت. ابتدا مقدمه از بحث رو خواهیم گفت. بعد یک سری تعاریف رو برای ورود به بحث اصلی مطرح خواهیم کرد. در ادامه وارد بحث اصلی میشیم و الگوریتم موازی لوین رو تشریح میکنیم. سپس نتایج اجرای این الگوریتم روی شبکه اجتماعی مختلف و نحوه عملکرد اونا رو توضیح خواهیم داد و در پایان یک نتیجه گیری خواهیم داشت. ابتدا مقدمه. تشخیص انجمن یک مسئله بسیار مهم در دنیای امروز هست و در حوزه‌های زیادی فعاله، مانند هلت‌کر، سوشال نتورک، سیستم بیولوژی و پاور گرید. الگوریتم‌های تشخیص انجمن سعی دارند تا دو چیز مشخص کنند: یکی ماژول ها و دیگری ساختار درختواره‌ای اونها رو مشخص کنند. و همونطور که می‌دونید تعریف ریاضی مشخصی از ساختار انجمن وجود نداره. معروف‌ترین تابعی که میتونیم با اون کیفیت یک انجمن رو در گراف‌ها مشخص کنیم ماژولاریتی است. روش هایی که برای ماژولاریتی ماکسیمایزیشن استفاده میشن 4 تا روش هست. اولیش روش هریسانه است که از روش‌های مختلفی برای ادغام رؤوس برای دستیابی به ماژولاریتی بالاتر استفاده میکنه. سیمولیتد انالینگ از یک تابع احتمال برای بهینه کردن مقدار ماژولاریتی استفاده میکنه. روش های اکسترنال اپتیمیزیشن که از یک پروسه ابتکاری جستجو استفاده میکنن و روش های اسپکترال اپتیمیزیشن از ایگن ولیوز و ایگن وکتورز برای بهینه کردن مقدار ماژولاریتی استفاده میکنن. هر 4 این تمام این روش‌ها نتایج مطلوبی برای تشخیص انجمن در گراف‌های بزرگ با تعداد انجمن زیاد ارائه نمیدن و هنوز رسیدن به مقیاس پذیری به همراه کیفیت خوب به عنوان یک اوپن پرابلم مطرح است و متاسفانه اکثر الگوریتم‌های تشخیص انجمن ترتیبی هستند. سیکوئنشال. الگوریتم لوین یک الگوریتم هریسانه است و برای گراف‌های وزندار استفاده میشه. این الگوریتم به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیره چون که سریع همگرا میشه، ماژولاریتی بالایی داره و پارتیشن بندیش به صورت درختوار است. اولین مرحله در این الگوریتم سطح اول پارتیشن بندی هست که تمام رؤوس گراف در انجمن‌های مجزا در انجمن‌های مجزا قرار میده، یعنی هر رأس رو توی یک انجمن در نظر میگیره. بعد به ازای هر رأس آی این محاسبات رو انجام میده. ماژولاریتی گین یا همون دلتا کیو رو محاسبه میکنه وقتی که رأس آی رو بذاره توی انجمن یکی از همسایه هاش، یعنی رأس آی میذاره توی انجمن یکی از همسایه هاش و بعد ماژولاریتی گین رو حساب میکنه و همسایه‌ای که بیشترین مقدار دلتا کیو رو داره انتخاب میکنه و این حرکت تا زمانی که هیچ حرکتی منجر به افزایش دلتا کیو نشه ادامه پیدا میکنه. در مرحله بعدی پارتیشن های به دست اومده رو به صورت سوپر ورتکس در میاره و دوباره گراف رو بازسازی میکنه. دو تا سوپر ورتکس به هم متصل هستن اگر حداقل یک یال بین رؤوس موجود در اونها وجود داشته باشه. وزن یالی هم که بین دو تا سوپر ورتکس وجود داره میشه مجموع وزن تمام یال هایی که بین اونها در سطح قبلی هست، پایین‌تر هست. و این دو مرحله هم تا جایی تکرار میشن که انجمن‌ها پایدار بشن، یعنی تغییری در اونها ایجاد نشه. نوآوری هایی که توی این مقاله اضافه شده حالا به این الگوریتم ترتیبی، یکی موازی سازیش هست و یکی دیگه روش جدیدی برای ذخیره سازی گراف های داینامیک ارائه میشه و سومیش هم ارزیابی هست که برای این الگوریتم ارائه شده.
خب تعریف مسئله رو اول داریم. گراف جهتدار و وزندار جی رو داریم که وزن یال یووی هم که با دبلیو یووی نشون داده میشه. هدف از تشخیص انجمن حالا در این مقاله تقسیم گراف جی به مجموعه از انجمن‌های مجزاست که اجتماع اون انجمن‌ها مجموعه رؤوس رو میده و اشتراک دوتا انجمن‌ها تهی هست، در واقع یعنی اوورلپ نداریم در این الگوریتم. فرمول ماژولاریتی هم به همین صورتی هست که مشاهده میکنید. فقط در این فرمول سیگما سی اینها که مجموع وزن تمام یالهای درون انجمن هست، سیگما سی توتال مجموع وزن یالهایی است که یک سر آنها در سی است و m که همون فاکتور نرمال سازی هست مجموع وزنهای کل گراف است. ماژولاریتی کلا یه مسئله امپی کامپلیت، بنابراین الگوریتم لوین میاد ماژولاریتی گین رو ماکسیموم میکنه که فرمولش هم به این صورت هست و تو این فرمول WU مجموع وزن یالهایی است که یک سر آنها در U است و WU به C مجموع وزن یالهایی است که از رأس U به انجمن C متصل هستند و فرمول WU به C هم که اینجاست. خب شبه کد الگوریتم سیکوئنشالش به این صورت هست. همونجور که مشاهده میکنید شامل یک اینر لوپ و یک اوتر لوپ. اوتر لوپ سطوح مختلف رو پیاده سازی میکنه و هر اجرای این یک اینر لوپ تکلیف انجمن یک گره را مشخص میکنه. ساختار داده‌ای مبتنی، حالا الان دیگه کلا وارد مسئله موازی سازی الگوریتم میشیم. ساختار داده‌ای مبتنی بر هش، حالا ما دو تا جدول داریم، دو تا هش تیبل استفاده میکنیم. یکی این تیبل هست که برای ذخیره سازی یالهای ورودی به هر رأس استفاده میشه که در طول اینر لوپ تغییری نمیکنه. اوت تیبل برای یالهای خروجی از هر رأس یک جدول وجود داره که توی هر ایتریشن اوتر لوپ خب تغییر میکنه. هر دو تا هش تیبلی که داریم یالها رو ذخیره میکنن، کاری به رأسا نداره. کی x هم به فرمول کی x به این صورت هست که یه تاپل T1 T2 داره که 16 بیت شیفت میخوره و اور میشه با T2 که حالا این نحوه ذخیره سازیش هست. برای این تیبل این زوج مرتب T1 و T2 برای این تیبل حالا روی این شکل بهتر مشخصه. زوج مرتب شامل رأس مبدأ U و رأس مقصد I و در باکت هم وزن این یالی که بین اینها وجود داره ذخیره میشه. اما برای اوت تیبل زوج مرتب شامل رأس مبدأ I و انجمن مربوط به رأس مقصد هست که اینجا مثلا از 2 به 3 که F2 و 3 هست، از 2 به 4 هم چون 3 و 4 تو یک انجمن هستن بازم 2 و 3 اینجا قرار میگیره و در باکتش هم مجموع وزن هایی که مجموع اون وزن F2 و 3 حال نوشته میشه. مثلا این وزنش یکه، این وزنش یکه، اینجا باید 2 نوشته میشه در باکت. برای هش هم از تابع فیبوناچی هش استفاده کرده که حالا فرمول HX به این صورت هست و تو این فرمول هم M سایز هش تیبل هست، W 2 به توان 64 منهای 1 و فی هم
گلوبال ریشیو. راه حل ابتکاری این هست که LFR بنچمارک طراحی شده تا الگوریتم‌های مختلف تشخیص انجمن تست شود و کارایی آنها در گراف‌های دوران واقعی مقیاس بالا و پیچیده تست بشه. بین جابجایی رؤوس و تعداد ایتریشن رابطه عکس وجود داره، یعنی در واقع هرچی جابجایی رؤوس در یک ایتریشن بیشتر باشه تعداد کل ایتریشن ها کمتر خواهد. اپسیلون یا تعریف هم از اپسیلون یا داینامیک ترشولد داره که آستانه است که تعداد رؤوسی رو که در طول هر ایتریشن از اینر لوپ آپدیت شوند رو نشون میده. حالا این اپسیلون هم حالا فرمولش که اینجا هست، هرچی این ایتریشن ها بیشتر باشن اپسیلون کمتر. نمودار تحلیل رگرسیون رو مشاهده میکنید برای LFR بنچمارک که حالا توی این نمودار y پاور لو دیستریبیوشن هست، بتا کامیونیتی سایز هست، میو تعداد یال‌های بین رؤوسی است که به انجمن‌های مختلف متعلق هستند و کا میانگین درجه رؤوس گراف هست. محور x مون اینر لوپ رو نشون میده و محور y مون هم اپسیلون رو نشون میده. همونجور که مشاهده میکنید رابطه عکس بین اپسیلون و ایتریشن های اینر لوپ وجود داره. آستانه ماژولاریتی گین که اپسیلون رو ابتدا باید تبدیل کنیم به ماژولاریتی گین که حالا با دلتا کیو بار هم نشونش میده. این به این صورت که ما میایم دلتا کیو رو برای تمام رؤوس مرتب میکنیم و بعد به تعداد اپسیلون از اونها برمی‌داریم، یعنی بیشترینشون رو برمی‌داریم و روی اونها عمل آپدیت رو انجام میدیم. با این شیوه، یعنی اگر این کار رو انجام بدیم، رؤوس میتونن اطلاعات مربوط به انجمن‌ها رو به صورت موازی آپدیت کنن. شبه کد الگوریتم موازی هم به این صورت هست که ابتدا الگوریتم مقدار دی اولیه میشه، سپس وارد اوتر لوپ میشیم. اوتر لوپ 3 تا تابع جدید داره: state propagation, refine و graph reconstruction که حالا در ادامه ریز به ریز وارد این مراحل میشه. در ابتدا این تیبل شامل اطلاعات تمام اینیج هاست که از تمام رؤوس اینیج هایی که از تمام رؤوس میاد و اوت تیبلمون خالی. حلقه بیرونی الگوریتم با استیت پروپاگیشن شروع میشه که اطلاعات انجمنی رؤوس رو انتشار میده. زمانی که تمام پیام ها به مقصد برسن اوت تیبل تشکیل میشه. مرحله بعدیمون هم ریفاین هست. ریفاین که همون اینر لوپ، یعنی در واقع ریفاینی که اینجا داریم همون کاری رو انجام میده که تو الگوریتم ترتیبی اینر لوپ انجام میداد. تنها تفاوتی داره که اینجا ریفاین بر اساس ماژولاریتی گین عمل میکنه، در الگوریتم ترتیبی همچین چیزی نبود. و مرحله آخر هم گراف ریکانستراکشنه که گراف رو بازسازی میکنه و برای مرحله بعدی آماده میکنه و تا وقتی که هیچ پیشرفتی در این الگوریتم ادامه پیدا میکنه، تا وقتی که هیچ پیشرفتی در ماژولاریتی به دست نیاد. کامیونیتی استیت پروپاگیشن در این مرحله تمام پروسه ها به صورت سیکونشال این تیبل رو اسکن میکنن و به پروسه مقصد، یعنی پروسه‌ای که حالا بحث مقصد اونجا هست، یه پیام میفرستن. وقتی پروسه پیامی رو دریافت کنه، یال مربوطه رو هش میکنه و به اوت تیبل خودش اضافه میکنه. مرحله ریفاین که شبه کدش به این صورت هست، الگوریتمش ابتدا MAU و CAU رو مشخص میکنه.
MAU بیشترین ماژولاریتی گینی هست که رأس یو میتونه داشته باشه و صحت یو بهترین کاندید برای عضویت یو در اون انجمن هست. اوت تیبل شامل اطلاعات انجمن‌های مجاور و وزن یال‌هایی است که از آن انجمن‌ها به انجمن‌های فعلی متصل است. هر پروسه یک یال رو انتخاب میکنه، مثلا یال یو و سی بار. بعد از اون میاد ماژولاریتی گین رو برای این رأس برای اینکه این رأس رو بذاره در انجمن سی پریم حساب میکنه. خب و در صورت لزوم MAU و صحت یو رو آپدیت میکنه. بعد همینجوری میره کل اوت تیبل رو بررسی میکنه و بعد از اینکه بررسیش تموم شد اینجاست که دیگه هر رأسی میدونه که بهترین انجمنی که میتونه در اون عضو بشه کدوم انجمن هست و بعد از اون اطلاعات انجمنیش مانند سیگما، توتال، دلتا کیو، ماژولاریتی جدید رو این رو میتونه حساب کنه. مرحله گراف ریکانستراکشن که دوباره میاد گراف رو تشکیل میده تا برای مراحل بعدی بتونه ازش استفاده کنه. این صورت هست که وزن یالهای جدید این در گراف جدیدی که میسازه وزنشون از طریق جمع وزن یالهای موجود بین رؤوسی که در گراف فعلی هست به دست میاد. مثلا 8 به 0 اینجا 8 به 0 2 هست، به خاطر اینکه از 8 به 5 و 7 ما با وزن یک یال داریم و خب جمع اینا میشه 2 و یال هایی هم که توی یک انجمن هستن اونا هم به صورت سلف لوپ می نویسیم. مثلا اینجا 3 تا یال هست توی این انجمن و به صورت سلف لوپ هست. خطای 4 و 5 این الگوریتم اوت تیبل رو اسکن میکنن و اطلاعات یال های اونا رو به انجمن های مربوطه ارسال میکنن و خطای 7 تا 11 هم که به هنگام دریافت پیام این تیبل رو بروزرسانی میکنن تا برای مراحل بعدی آماده بشه. حالا نتایج آزمایش این الگوریتم رو با هم میبینیم. اولیش ماژولاریتی هست. خب در این نموداری که مشاهده میکنید محور X ایتریشن های اوتر لوپ رو نشون میده، محور Y ماژولاریتی رو نشون میده. الگوریتم موازی بیسیک خیلی آهسته همگرا میشه، ماژولاریتی بسیار پایینی داره که حالا با رنگ قرمز هم اینجا مشخص شد. الگوریتمی حالا که در این مقاله ارائه شده با رنگ نارنجی هست به خوبی الگوریتم ترتیبی همگرا میشه. حتی در یک مورد خاص برای گراف UK 2005 ماژولاریتی بهتری هم میده. از نظر اسپیداپ برای گراف UK 2005 روی 64 گره اسپیداپش 49.8 که این مقدار 5.6 برابر سریعتر از نتایج الگوریتم قبلی است که ارائه شده. از لحاظ اکزیکیوشن بریکداون نمودار سمت چپ نشون میده که اولا که در نخستین ایتریشن از اوتر لوپ تکلیف بسیاری از انجمن‌ها مشخص میشه، یعنی انجمنی که حالا میخواین رؤوس به اونها تعلق دارن خیلیاشون در همون ایتریشن اول اوتر لوپ مشخص میشه و اینکه تعداد دفعاتی هم که اوتر لوپ اجرا میشه معمولا عدد بسیار کوچیکه. نمودار سمت راست هم نشون میده مدت زمانی که حالا اینر لوپ طول میکشه رو در طول اجرای الگوریتم نشون میده که تقریبا ثابته. مرحله استیت پروپاگیشن زمان بیشتری رو مصرف میکنه نسبت به بقیه مراحل و همچنین در صورتی که تعداد نودها افزایش پیدا کنه زمان اجرا کاهش پیدا میکنه. بررسی از لحاظ اسکیلبیلیتی در اینجا نمودار نشون میدن که
الگوریتم به خوبی اسکیل میشه. با افزایش تعداد نودها پروسسینگ ریت هم بالا میره و این نشوننده اسکیل خوب الگوریتم است. در پایان اگه بخوایم نتیجه گیری کنیم، یک نسخه موازی از الگوریتم لوین رو با هم بررسی کردیم. یک مدل جدید ذخیره‌سازی داده‌ها مبتنی بر هش معرفی کردیم که برای ذخیره داینامیک گراف‌ها بسیار مفیده. الگوریتم موازی که ارائه شد از نظر همگرایی، ماژولاریتی و ویژگی‌های انجمنی مشابه الگوریتم ترتیبی است و کارایی الگوریتم هم مورد ارزیابی قرار گرفت که از این نظر هم بسیار خوب و مفید بود. با تشکر از وقتی که برای شنیدن این ارائه اختصاص دادید. خدا نگهدار.